روز 21 سپتامبر حرکت تندرو طالبان یک عده از اعضای نو کابینه موقتی وزیرانش را که برای رهبری بر افغانستان تشکیل شده است معرفی کرد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد اعلام کرد که از جمله تاجر شناخته زاده پنشیر حاجی نوردین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و حاجی محمد بشیر و حاجی محمد عظیم سلطانزاده زادگان بغلان و سرپول معاونهای او تعیین شدند. چنین به نظر می رسد که طالبان با این به موج انتقادهایی که از 33 عضو قبلا اعلان شده کابینه موقتیشان به بار آورد واکنش کردند. قرار معلوم از آن 33 عضو حکومت امارت اسلامی طالبان 29 نفرش پشتو تنها 3 نفر تاجک بوده به حکومت طالبان همگی یک ازبک را یافته بود. منشأ دیگر تصمیم تعیین حاجی نوردین عزیزی به مقام سرپرست وزارت تجارت می تواند در مدت همگی 10 روز به دست آوردن 33 ولایت از 34 ولایت افغانستان اینک یک ماه باز در پنشیر تنها ولایت تسلیم نشده گرد ماندن طالبان باشد. نقشه طالبان برای تصرف پنشیر برباد رفت و بالای این در آنجا تحت رهبری احمد مسعود جبهه مقاومت ملی شکل گرفته است و اکنون با تعیین یک زاده پنشیر به مقام وزیر طالبها طوری به نظر می رسد میخواهند زمینه پشتیبانی خود را در بین مردم پنشیر و دیگر تاجکای افغانستان قوی تر کنند. طالبان روز 21 سپتامبر همچنین قلندر عبود را وزیر تندرستی، نظر محمد مطمئن را سرپرست کمیته ملی المپی، نجیب الله را مدیر دپارتمنت انرژی هسته‌ای و چندین نفر دیگر را به مقام‌های معاون در وزارتخانه‌ها تعیین کردند.